مردمای زیاد وفات میکردن. رسول الله صلی الله علیه و سلم در مدینه بود و مردما وفات میکردن، لکن برای یک مردام نبی علیه السلام ختم نگرفته و به خانه یک مرده‌دارم نرفته که ختم کرده باشه. به این معنا در اسلام غم شریکی است که یک کس وفات کرد باید اولادایش یا اما اقاربش بگوی که الله شما را صبر بده و الله شما را اجر بده، شما صبر کنید. این کلمات را نبی علیه السلام گفته. لکن ختم در کدام کتاب تو خوانده ای؟ تو خودت یک مولوی صاحب، یعنی در کدام کتاب از کتاب‌های اسلامی خوانده ای که در اوج آمده باشه که رسول الله علیه و سلام مجلس ختم گرفته یا در مجلس ختم رفته یا در زمان قدیم صحابه کرام خانه‌شان که مرده میشد ختم میکردن؟ همین در کدام کتاب خوانده ای مسئله را؟ همین طبق همین حدیث پیامبر، مثلا مسلمانان به خاطر احترام به قرآن همین کار طبق همین حدیث پیامبر میکنه. یعنی صحابه کرام به قرآن احترام نداشتن؟ انا میخوام آقا سوال قرآن خداوند خود مثلا کدام طبق همین حدیث که پیامبر خدا گفته دعا بکنید، طبق همین حدیث مردم همین کارو میکنه دیگه. حالا چی یک آیت بخونه چی یک قرآن کریم ختم بکنه. برادر گرامی، آلی صحابه کرام هم خوب به قرآن احترام داشتن و در ختم کدام رفتن خواندن؟ یعنی صحابه کرام هم از این حدیثی که تو میگی از این حدیث خبر نداشتن؟ نگاه کو شما همین مثلا شما همین الان پیشتر به ما گفتی پیغمبر خدا وقتی داوود به شمال نرفته احکامش بیان کرده، درسته یا نه؟ بله. ما میگم خیلی پیغمبر خدا داوود به شمال رفته یا نرفته؟ به ما بگو اونجا رفته 5 وقت نمازش خوانده یا نه؟ دوست گرامی، خویی را من قبلا برات گفتم که رسول صلی الله علیه و سلم نرفته در جایی که تو نام میبری، نرفته، لکن نبی علیه السلام در مدینه به دست خودش مرده ها را دفن کرده. ما تو را روی مرده ها گپ میزنیم که در داخل مدینه مردم میمرد، در هر طرف دنیا مردم میمره از قدیم تا امروزه. یعنی در مدینه مرده های زیاد را رسول الله علیه السلام دفن کرده، چرا ختم نکرده؟ اگر ختم در دین می بود پیامبر علیه السلام چرا نکرده؟ نه شما میگید پیغمبر خدا این کار نکرده. خب پیغمبر خدا خیلی از کارهای دیگر هم نکرده ولی که حکمش گفته. خب در کجا گفته که برای مرده هایتان ختم بکنید؟ در کدام حدیث گفته که به مرده هایتان ختم بکنید؟ در کجا گفته؟ الان توی همین حدیثی که من فرستادم گفته که مثلا علمی که برای او باقی بماند، فرزند صالحی که برایش دعا بکند. خب فرزند صالح میره ختم قرآن میکنه، برای دعا میکنه، برای میت طلب استغفار میکنه. دوست گرامی، حدیث را تحریف نکو، گناهگار میشی. روز قیامت الله عزوجل از تو سوال میکنه. حدیث خود صحیح مسلم رقم است که اذا مات ابن آدم یا اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاث. فقط 3 چیز میمانه. کدام 3 چیز؟ یکیش علم نافعی که به فایدهش به مردم رسیده باشه، صدقه جاریه، او ولد الصالح یدعو له، اولاد صالح که دعا بکنه برای والدین خود. نگفته او ولد صالح یختم له و یتلو له، نگفته که اولاد صالح که ختم بکنه، اولاد صالح که تلاوت بکنه به پدر خود، یا اولاد صالح که مردم در خانه خود جمع کنه و دیگه بار کنه و قرآن کریم تقسیم کنه و بعد از بخونه. ایگه به نبی رسول نگفته. برادر عزیز، چرا حدیث واضح و سریع است. او ولد صالح یدعو له، اولاد صالحی که به والدین دعا بکنه. این خب بحث ما شما در این نیست، این خب اتفاقی است که دعا برای مرده میرسه. لکن تو از اینجا استدلال میکنی که اولاد بیای ختم بکنه. نبی علیه السلام ختم نگفته، دعا گفته. برادر عزیز نگاه کو، حالا دعایی که میکنی دعا ثوابش میرسه؟ بالکل ثوابش میرسه. در حدیث صحیح آمده رسول الله صلی الله علیه و سلم گفته که درجه یک جنتی بالا شده میره، بازی جنتی حیران میمونه که از کجا شد. باز پرسان میکنه که این درجه از کجا شد، باز براش گفته میشه که به خاطر استغفاری که اولادت برایت میکنه درجهش بالا میره، ثواب دعا میرسه. بله خب اگر قربانی هم بکنی برای یک میت ثواب قربانی هم میرسه؟ در دین اسلام نامده، نگفته که قربانی کنی به مردایتان ثوابش میرسه. اگر پیامبر ما میگفت به سر چشم بله، لکن نگفته پیامبر صلی الله علیه و سلم. خب همین دعایی که میکنی آیا دعا انجام دادن این دعا مثلا همون میت کدام کاری انجام میدی یا دخالتی داره یا نداره؟ هیچ دخالتی نداره، درسته؟ این فرزند صالح برایش دعا میکنه. دخالت از یک جهت دارد. او جهتش هم است که اولاد خدا صالح تربیت کرده که امروز اولاد برای از او دعا میکنه. اولاد خدا به اسلام تربیت کرده که امروز اولادش غم پدر خدا میخوره. دخالت داره از یک طرف، از طرف دیگه دخالت نداره. درسته، ولی فعلا برای انجام دعا که دخالت نداره، این فرزندش دعا میکنه، درسته؟ بالکل. خب این دعا میکنه این
زن ثوابش نمیبخشه برای پدرش، مثل همین دعا که ثوابش میرسه، این قرآن هم ثوابش میرسه دیگه. یعنی میخوایی که از دعا ختم قیاس کنی. تو این قگه باید بدانی مولای صاحب که قیاس در باب عبادات دارتر نمیده، نمیچله. شما کتاب اصول بخوانید و همچنان به قیاس ضرورت نیست در اینجا. و ای که تو میگی که نبی علیه السلام گفته که دعا برای مرده میرسه، خلاص دیگه ما قربانی هم کنیم میرسه، ما ختم هم بکنیم میرسه، ما نماز هم در مرده بخوانیم میرسه، ما دیگه زکات هم بدیم به مرده میرسه. این قسمی نمیشه برادر گرامی. بارک الله فیک. قیاس نمیچله در اینجا، زیرا اینجا از تو سوال میشه که همین قدر فهمی زیبا و مقبول که تو داری که یعنی قیاس میکنی برای مرده ها، میخوای که قرآن رو برسانی، همین فهم رسول الله علیه السلام نداشت که بگوید که با مرده تان ختم بکنید؟ نه. صدایتان خیلی ضعیف از مولای صاحب. خدا مگم برای امت خودش حدیث هست. پیامبر صلی الله علیه و سلم برای امت خود دین را پره بیان کرده. درمو دینی که پیامبر علیه السلام بیان کرده پره، دو دین چیزی به نام ختم قرآن کریم برای مرده نامده. برادر عزیز، اگه آمده در کدام کتاب تو شما خوانده باشید به ما حواله بده. نه قربانی رو میگم. نه از موضوع ختم به قربانی نرویم. اولی موضوع رو باید قبول کنیم که در دین اسلام ختم برای مرده نامده. و شما خو فکر میکنم در مذهب امام ابی حنیفه هستید. در مذهب ابی حنیفه در کدام کتاب مذهب خوانده ای که گفته باشه به مرده ختم بکنید؟ در کتابایی که در مذهب ابی حنیفه نوشته شده در کدامش آمده اینجا؟ گفته برای مرده دعا بکنید دیگه، درسته؟ دعا را خو ببین برادر. نه برادری عزیزی، که یک طفل خورده اگم پرسان که یک طفل اگه 3 ساله را بگو دعا چی است ختم چی است، دید فرق شبیه که ختم است که قرآن از الحمدلله شروع که تا سوره ناس بخوان، این ختم میگه. دعا است که بگی الله مرده را ببخشی. بین ازید و بسیار فرق است. و ای که یعنی خودت قائل و ای هستی که در مذهب نگفته که ختم بکو، در مذهب هم گفته که دعا بگو. ما میگم که دعا برای مرده خوب چیز است و دعا در حدیث هم آمده، در قرآن هم آمده که مسلمانان کسایی هستند که برای برادرای گذشته خود دعا میکنن. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالایمان. برادرای دعا درست است برادر عزیز، دعا اختلاف نیست، لکن ختم در دین نامده. این ان شاء الله بپذیر. بعد از او در موضوع دوم، موضوع قربانی، باز در قربانی باز همون سوال میشه که در کدام جای آمده که رسول الله علیه السلام گفته باشه شما با مردهتان قربانی کنید. خدیجه رضی الله عنها زن رسول الله علیه السلام بود و رسول الله علیه السلام خدیجه رضی الله عنها را نهایت زیاد دوست داشت. لکن آیا در کدام حدیث آمده که نبی علیه السلام با خدیجه قربانی کرده باشه؟ یا اینکه بعد از وفات پیامبر صلی الله علیه و صحابه کرام به او به پیامبر صلی الله علیه و قربانی کرده باشند؟ کدام جایی کدام دلیلی در این موضوع شما دیدید در کدام کتاب؟ حالا یک حدیث من خواندم که کتابی حالا یادم رفت ولی برایت پیدا میکنم که میگه پیامبر خود کفشین دو تا قوچ مثلا قربانی میکنه، یکی برای خودش یکی برای امت خودش. این حدیث من جای خواندم ولی الان فراموش کردم که کدوم کتاب است. دوست گرامی، حدیثی که شما گفتین این حدیث صحیح است، صحیح ثابت است که رسول صلی الله علیه و سلم دو تا قربانی را ذبح کرد. یک شکی وقتی ذبح میکرد گفت یا الله را قبول کو از طرف محمد و آل محمد، یعنی از طرف ما و خانواده ما قبول کو. و قربانی دوم که ذبح کرد گفت یا الله را قبول بکو از طرف عمن لم یضحی من امتی، هر فردی از امت ما که قربانی نکرده این از طرف نمازو قبول بکو، هر فردی امت که قربانی نکرده. این حدیث خدا باری از یعنی مثلا تو یک قربانی برای خود میکشی، یک قربانی دیگر رو میکشی، ثوابی به دیگه مسلمانایی که قربانی ندارن. یعنی رسول الله صلی الله علیه و سلم کار کرده برای امت خود، یک دلسوزی مهربانی کرده برای امتی که قربانی نداشتن، برای آنها کشته. این خود ربط به مرده ها نمیگیره برادر گرامی. مثلا امت پیغمبر خدا ثوابش میرسه، درسته؟ و قربانی برای مرده میرسه دیگه. نه خیر دوست گرامی، در اینجا نبی علیه السلام نگفته که شما صدایت قطع و وصل میشه، صدایت خوب نمیاد، خود صدایت قطع و وصل میشه، من گپت خوب نفهمیدم. ما گفتم برادر گرامی که این حدیث ربط به این موضوع موضوع نداره. این حدیث هم است که نبی علیه السلام یک قربانی کشت و گفت از طرف کسایی که قربانی ندارن، از طرف کسایی قربانی ندارن رسول الله علیه السلام شفقت و مهربانی کرد برای امت نادارش که کسایی که قربانی نکرده بودن، یک قربانی از طرف ازا کرد. یعنی اونمو قربانی تا این روزام اگه کسی قربانی نداره، یعنی این روزام در این سال قربانی نداره، یعنی خوشحال باشه که رسول الله علیه السلام از طرف ازی کرده. لکن این خود رفت به موضوع ما شما نداره برادر گرامی، قربانی کردن به مرده.
در کدام کتاب آمده؟ در کدام کتاب حدیث که در مرده قربانی کنید؟ همین وقت صدای تو بیخی قطع شد، من نفهمیدم. خب ولی من میگم که همه قربانی هم که میکنه ثوابش مثلا برای مردهدار میرسه. پیغمبر خدا وقتی قربانی کرده ثوابش برای امتش بخشیده. خب بسیار از امتیاش مثلا در وقت اصلا نبوده یا که بعدا متولد شده وفات کرده، خب ثوابش برای همونا میرسه دیگه، ثواب قربانی هم دیگه. درست است یا نه؟ بله برادر عزیز، او حدیث صحیح هست. رسول الله علیه السلام این کار کرده، لکن نیگه به نگفته که شما در مردهایتان قربانی کنید. نبی علیه السلام خودش اونمون سال کرده و گفته کسایی که نداره، یعنی برای کسایی که نداره از طرف ازا قربانی کرده، یک شفقت و مهربانی کرده به اینکه اونمون امت نادارش جگرخون و پریشان نشوند، بلکه کسایی که نداره نبی علیه السلام از طرف ازا ذبح کرده. این ثابت است. لکن اینکه ما شما هر سال برای مرده ها قربانی میکنیم، برای مرده خود نامده ده چی؟ در حدیث نامده قسمی که در مرده هایتان قربانی کنید.